جنگ در سوریه، عراق، یمن، لیبیا، لبنان، همه این جنگ های مذهبی است. یگان جای مخفیش نیست. یگان جای مذهبی. و حزب تروریستی نستدم پایانتر ایستاده میگذارم. یکی هدفهاش همین بود. پره مذهب شیعه را قبول کردگی است. 2 ماه پیشتر به نام گنرال قیام الدین ملا قیام الدین غازی ملیک که یکی از سببگاری بدبختی های جنگ شهروندی سالهای 90 بود دستگیر کرده شدند. جایپا پوری دلاری کشوری در ناخنک دوستی ما باز برای همان عملهای ناپاک و غرضناک خود. پره خودش حال من اقرار است که پره مذهب شیعه را همین قدر سال قبول کرده است. پره به سپارشی ساختار جاسوسانه این کشور ضد ملت تاجیک کار برده ایستاده. وضعیت علاوه خصوص در کشور همسایه ما افغانستان روز به روز مرکب و نگران کننده شده ایستاده است. برای چنین وضع نهایت سنگین مردم افغانستان گناه ندارند. زیرا قریب 40 سال است که بر اثر رقابت و مداخله قدرت‌های جهانی سرزمین آنها به میدان جنگ خرابی‌آور تبدیل یافته است. طوری که می‌بینیم نیروهای مشترک چندین کشورهای پیشرفته عالم وضعیت را به اعتدال آورده نمی‌توانند. زیاده از 15 سال شد. صدها میلیارد دلار خراجات کردند. وضعیت را به دست آورده نمی‌توانند. یعنی ما این را برای آن هشدار داده ایستادیم که ما اصلا در منطقه 60% سرحد سابق اتحاد شوروی با افغانستان این بر دوش تاجیکستان است. یعنی 1400 کیلومتر سرحد داره. ما چنین میشماریم که مردم افغانستان تقدیرش را خودش باید حل نماید و در این امر باید جامعه جهانی به خلق این کشور همه جانبه کمک رساند. با در نظر داشت آن که تأمین امنیت منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با وضع افغانستان رابطه بی‌واسطه دارد، ما به این مسئله بی‌طرف بوده نمی‌توانیم و تلاش می‌کنیم که با همسایه‌های خود مردم دوست و برادر افغانستان در همه حالت دست مدد دراز نماییم. طوری که چندی بار تاکید کرده بودم، بعضی جوانان گمراه شده ما نیز به صف جنگیان گروه و حرکت‌های تروریستی و افراطگرا پیوسته در محاربه‌های خونین دولت‌های خارجی شرکت دارند. حالت‌های نیز جای داشتند که بعضی شهروندان ما تمام عائله‌شان را به آن جای‌ها انتقال داده بودند. از شهر اسفره از یک عائله و اولاد 18 نفر تا کودک نوزاد، قسم زیادی آنهایی که در حدود دولت‌های جنگ زده قرار داشتند در نتیجه گذرانیدن عملیات‌های ضد تروریستی کشته شده، فرزندان نابالغ آنها بی‌سرابان مانده‌اند. طبق معلومات آماری تا امروز از حساب شهروندان تاجیکستان که در زرد و خوردهای مسلحانه دولت‌های خارجی اشتراک کردند 675 نفر دستگیر گردیده به جوابگری جنایتی کشیده شد. شماره کشته شدگان طبق معلومات بیش از 500 نفر را تشکیل می‌نماید. بعدی در حدود دولت‌های عراق و سوریه سرکوب شدن سازمان تروریستی به نام دولت اسلامی، قسمی از شهروندان تاجیکستان که به آن شامل بودند برای ادامه دادن اعمال جنایتکارانه خود مثل سالهای 90 گذشته با سرکردگی سابق حزب تروریستی و اکستریمیستی نصد در قلمرو افغانستان جمع آمده ایستاده‌اند. طبق معلومات در بین جنگیان سازمان ذکر شده شهروندان جمهوری‌های سابق شوروی نیز هستند. باید گفت که اکثر شهروندان تاجیکستان هنگام قرار داشتن در مهاجرت مهنتی، یک قسم آنها در جریان ادا نمودن مراسم حج، اینچنین در مدت تحصیلات غیر قانونی دینی در خارج کشور با گروه‌های افراطگرا جو و شامل شدند. معلوم است که نقش روحانیان
علخصوص امام خطیبان در تربیت و راهنمایی مردم خصوصا نورسان و جوانان برای انجام دادن عملهای خیر، بیدار نمودن حس خودشناسی و مهنت دوستی، حرمت و احترام کلانسالان و شناخت اسلامی واقعی کلان است.